خدمت دوستان و همکاران خوبم در واحد صنعتی سلام عرض میکنم. یه بحثی رو در رابطه با کار اپوکسی امروز من تصمیم گرفتم که خدمتون عرض بکنم. شاید از مجریان کار اپوکسی، حتی اونایی که 20 سال، 10 سال، 15 سال، 30 سال تو این کار هستن، شما سوال بکنید که مثلا فرض بفرمایید 2 میلیمتر کف پوش صفر لول اپوکسی رو شما با چه ابزاری برای من اجرا میکنی و با چه ابزاری میرسی به 2 میلیمتر، این اطلاعات نداشته باشه که به شما بگه که چگونه، فقط میگه خب اجرا میکنی. آقا با چه ابزاری شما اجرا میکنی که مطمئن میشی که رسیدی به 2 میلیمتر ضخامت و این کار انجام شده؟ نه تنها اون مجریان متاسفانه نمیتونن، من میخوام بهتون عرض بکنم قریب به شاید 95% نمیدونن این مسئله رو. قطع به یقین عرض میکنم خدمتتون که برای این کار ابزاری هست. خب 2 تا روش هست. یه وقتی هست شما 1 متر رو میخواید انجام بدید، شما میدونید چگالی این محصول در میلیمتر 1.6 2 کیلوش میشه فرض بفرمایید 1.6، 2 میلش میشه 3 کیلو و 200 گرم که در 1 متر پخش بکنید. شما 2 میل رو گرفتید، ولی این حالت خیسشه، ترش رو باید ببینید، خشکش رو باید ببینید که حالا باز به اونم کاری نداریم، چون پروژه که 1 متر نیست. فرض بفرمایید یه پروژه 100 متری رو که شما یک دفعه نمیتونید مثلا چه میدونم 320 کیلو رو بریزید و اون خودش یه دفعه صاف. اینه که برای اجرای این کار که شما به هر میل یا مثلا 2.5 میل میخواید برسید یا 3 میل ابزاری نیاز دارید. ببینید برای این کار یه ابزاری هست به نام مال شانعی. این دندانه هایی که شما اینجا میبینید که ایجاد شده، اینا ارتفاع داره. مثلا فرض بفرمایید که با این شما زمانی که به این شکل روی کف کشیده میشه، اپوکسی از درز این شونه ها عبور میکنه، تسطیح میشه. شما اگر میخواید مثلا اپوکسی رو با 2 میلیمتر ضخامت نهایتاً داشته باشید، لیس شانعی رو که استفاده میکنید برای تسطیح اون اپوکسی 1 میل باید اضافه تر از ضخامتی باشه که شما میخواید. مثلا اگه 2 میل میخواید تمام شدهتون باشه، شما باید با لیس شانعی 3 میلیمتر ارتفاع اپوکسی رو تسطیح بکنید. اگر 4 میلیمتر میخواید کف پوشتون ضخامت داشته باشه، باید با لیسه کار بکنید که ارتفاع دندانه هاش 1 میل از ضخامت مد نظر شما بیشتر باشه. این در واقع سیستمیه که شما رو به اون ضخامت مد نظر میرسونه. اگر ضخامت 1 میل میخواین، خب باید با لیسه 2 میل کار بکنید. حالا اون 1 میل چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اگر دقت بکنید این شکل شانه ها 7 و 8، اون قسمت هایی که به صورت هفته نگاتیو مسیر اپوکسی رو که حرکت میکنه خالی میکنه و اون پوزیتیوه که میاد صافش میکنه، اون در واقع 1 میل رو برای شما ایجاد میکنه که درجه بندی رو. این روش علمیه این کاره که من لازم دونستم عرض بکنم. در واقع این ویدیو رو میخوام فقط جهت معرفی چند تا ابزار، که حالا برای پروژه های بزرگ خب لیسه با این ابعاد کوچیک‌تره، این کوچیکه اصلا به کار. برای اون کار میان چیکار میکنن؟ ببینید تی شانعی داریم استفاده میکنن این شکل عکسش. این تی شانعی یه حسنی که داره، درجه بندی داره. یعنی شما این شیار شانه ها رو، اینجا یه تیغه‌ای هست که با این پیچا بالا پایین میشه، با این پیچایی که توی عکس احتمالاً مشخصه برای یه تیغه اینجا هست که این تیغه رو روی این شیارها به اون درجه‌ای که میخوان، مثلا میخوان 2 میل باشه، 3 میل باشه، اینجا بهشون این امکانو میده، درجه بندی رو بهشون میده که هر ارتفاعی رو خواستن تنظیم بکنن، یه دسته تی به این میندازن و پروژه های این ارزش 50 سانت داریم، 1 متر داریم، 1.5 متر هم داریم که میتونن پروژه بزرگ رو با این انجام بدن. باز این یه نمونه دیگه است. مثلا فرض بفرمایید از لیسه شانه‌ای که عرض خودش 30 سانته، این 30 که اینجا چیز کرده عرض در واقع اینه، ارتفاع این 4 میله. عرضم به خدمتتون که از این سری ابزارهایی که امروز من این تصاویر آوردم خدمتتون نشون بدم، باز این یه مدل دیگه از همین در واقع تصدیح کننده است که شانه‌ای در 2 طرف داره.
یه ابزار دیگه ای که به کار شما میاد در کار اپوکسی برای اینکه کفپوشتون حباب نگیره و رفع حباب گیری بشه، نوع قلتکه که اینم به صورت شانه‌ایه. نمونهش رو توی دفتر داریم، من آوردم گذاشتم توی شوروم هست، میتونید ببینید. با این قلتک روی اپوکسی تمام شده. استانداردش اینه که کفپوشتون رو که صفر لول اجرا کردید هر 10 دقیقه، 2 دفعه اول هر 15 دقیقه، 2 دفعه بعد هر 10 دقیقه، این 4 بار در 1 ساعت این کار رو انجام بدید که کاملا هواگیریتون انجام بشه. عرضم به حضورتون که باز یه ابزار دیگه که من آورده بودم خدمتتون نشون بدم، کفش اپوکسی بود که ظاهرا نیست که عکسش نیست. باز اینم یه لیست مالی دیگه است که ارتفاع بیشتری رو داره به شما نشون میده. این 7 میلیمتره که شما میتونید با این 6 میلیمتر ضخامت بگیرید. بعد اینم ابزاری است که برای تردد شما روی کفپوشی که اجرا کردید نیاز دارید برید هواگیری بکنید، از کفشی باید استفاده بکنید که کفپوش رو خراب نکنید. این کفش که میبینید کفش با این میخای در واقع نوک‌تیز تعبیه شده، باعث میشه که شما به راحتی بتونید تو سطح کفپوش اجرا شده با هر ضخامتی تردد بکنید تا قبل از اینکه کیور بشه. تردد بکنید، جاهایی که اگر ایراداتی داره رفع بکنید و برگردید بیاد بیرون. این 3-4 تا ابزار برای امروز کفایت میکنه. شما رو به خدا میسپارم، انشالله تا بحث بعدی. منم از زیاد.